شبکه اپتوس برای اینکه کامیونیتی خودش رو گسترش بده 350 میلیون دلار جذب سرمایه کرده و این عدد اینقدر ارزشمند هست برای اینکه ما بیایم و شانس خودمون رو توی این پروژه امتحان کنیم. سلام، اینجا پارس بلاکه و با یه ویدیو دیگه از آموزش شرکت تو پروژه‌های کریپتویی در خدمت شما. لطفاً قبل از شروع آموزش برای حمایت از کانال دکمه سابسکرایب یا دنبال کردن رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. بریم سراغ آموزش. شبکه اپتوس 350 میلیون دلار برای اینکه کامیونیتی خودش رو گسترش بده جذب کرده با توجه به بکرهایی که یا سرمایه‌گذارانی که برای این قسمت از پروژهش در نظر گرفته، یعنی AI60Z، فایننس لبز، کوین بیس و خیلی سرمایه‌گذار معتبر دیگه میارزه برای اینکه ما شانس خودمون رو برای فعالیت توی این پروژه امتحان کنیم. برای اینکه وارد این پروژه بشیم خیلی کار عجیب غریبی نباید انجام بدیم، فقط باید این فرم رو پر کنیم. بریم با هم ببینیم این فرم چه سوالاتی داره و ما چجوری میتونیم به این سوالات جواب بدیم برای اینکه واجد شرایط برای شرکت توی این پروژه بشیم. من لینک این فرم رو توی کانال تلگرام و تو کپشن همین ویدیو قرار میدم. لطفاً اگر تو کانال تلگراممون نیستید جوین بشید برای اینکه خیلی از آپدیت پروژه ها رو به صورت پست توی کانال تلگرام قرار میدم و اون آپدیت ها اینقدری نکته نداره که بخوام براش ویدیو بسازم. پس برای اینکه از روند پیشرفت پروژه ها عقب نمونی و بتونی تمام تسک هاشون رو پشت هم انجام بدید تا واجد شرایط بشی، بهتون پیشنهاد میکنم که کانال تلگرامم رو دنبال کنید. خب اگر خاطرتون باشه من توی چند تا ویدیو قبلی پروژه هلیکس لبز رو بهتون معرفی کردم. این پروژه ظاهراً روی شبکه اپتوس لانچ شده، تستنتش هنوز تو فاز تستنت هست. اگر اون آموزش رو ندیدید من لینکش رو براتون این بالا قرار میدم، میتونید واردش بشید و توی این پروژه شرکت کنید. خب با توجه به اینکه اون پروژه روی شبکه اپتوس لانچ شده، این چین یه پروژه جدید تعریف کرده به نام سفیر اپتوس که هدفش توی این پروژه اینه که کامیونیتی خودش رو گسترش بده. از تمام افراد با هر قابلیتی هم دعوت کرده که وارد این پروژه بشن، از کسایی که کانتنت کریئتور هستن تا کسانی که توی فاز تستنت پروژه ها شرکت میکنن میتونن با فعالیت توی شبکه دیسکورد رول بگیرن و مثمر ثمر واقع بشن. بریم سراغ این که ببینیم چطوری این فرم رو میتونیم پر کنیم. گفتم من این لینک رو توی کپشن این ویدیو و توی کانال تلگرامیمون قرار میدم. بعد از اینکه وارد این وبسایت شدیم دکمه استارت رو میزنیم، یه سری قوانین و شرایطش رو قبول میکنیم با زدن I understand. اینجا ببینید وقتی وارد این قسمت میشین فرست نیم اسم خودتون، بعد فامیلیتون رو و ایمیلی که باید قرار بدین برای ثبت نام. اینو مد نظر قرار بدین. ایمیلی که اینجا وارد میکنید باید ایمیل معتبر باشه برای اینکه وقتی این فرم رو کارشناسای اپتوس بررسی میکنن از طریق همین ایمیل بهتون قرار پیام بدن و اینکه واجد شرایط هستید یا نه رو به شما اعلام کنن. پس سعی کنید از ایمیل اینجا استفاده کنید که معتبره و چک میکنید روزانه این باکسش رو. بعد از اینکه این سه تا فیلد رو پر کردیم اوکی میزنیم. اینجا ازتون میپرسه که از کدوم رژیونال هستید. حالا اگر من توصیه میکنم که اینجا دیگه قاره رو بگین، دیگه به کشور اشاره نکنید. مثلا اگر اروپا هستید اینجا یوروپ بزنید، یا آفریقا هستید، یا اگر مثلا آسیا هستید، یا اگر امریکا هستید، یا حتی مثلا میتونید میدل ایست هم بزنید. بعد از اینکه این فیلد رو پر کردیم اوکی میکنیم، میریم سراغ سوال بعد. اینجا ازتون آیدی دیسکورد میخواد. این آیدی مثل همون ایمیل خیلی مهمه، سعی کنید از پروفایل دیسکوردی که واقعا توش فعالیت دارید اینجا وارد کنید، چون بعضیا هستن برای اینکه به صورت مولتی توی پروژه ها شرکت کنن میان چند تا حساب دیسکورد میسازن. بعد معمولا هم از تو این چند تا حساب دیسکورد یه دیسکوردش هست که خیلی فعاله و به قول معروف مین دیسکوردتون به حساب میاد. سعی کنین اون حساب دیسکورد اصلیتون رو بذارید، چون این قراره از طریق آیدیتون فعالیت‌های اون حسابتون رو بررسی کنن، ببینن که چجوری دارین فعالیت میکنید.
اینجا هم آیدی تلگرامتون رو میذارین تو این قسمت. اینم مثل آیدی دیسکورد و ایمیلتون سعی کنید از آیدی معتبر استفاده کنید. اینجا ازتون اکانت توییتر معتبر میخواد. سعی کنید از اکانت توییتری استفاده کنید که از بقیه اکانتاتون براتون بیشتر حائز اهمیته و پستای معتبرتری رو اونجا شیر میکنید. خب اینجا ازتون میخواد که اگر تو جاهای دیگه، یعنی مثلا مثل یوتیوب یا سوشیال مدیاهای دیگه، توی شبکه‌های اجتماعی دیگه صفحه کانال یا فعالیتی دارید، اینجا وارد کنید آدرسش رو تا بررسی کنن. اینجا ازتون میپرسه که تو این قسمت چه مدته که توی کامیونیتی اپتوس دارید فعالیت میکنید. اینجا شما میتونید از طریق چت جی پی تی براشون یه پاسخ هوشمندانه بذارید. مثلا بگید که من تا الان توی این کامیونیتی فعالیت نداشتم، اما میخوام از الان به بعد فعالیت خودم رو شروع کنم. این میتونه براشون حائز اهمیت باشه. ببینید این سوال مخصوص کساییه که تا الان توی شبکه اپتوس فعالیت داشتن، مثلا تو پروژه های مختلفی که روی چین اپتوس لانچ شد فعالیت داشتن. کسایی که از قبل بودن، کسایی که از قبل روی پروژه هایی که روی چین اپتوس لانچ شد بودن، میتونن اینجا اسم پروژه ها رو بذارن. اینجا مثلا بهتون گفته که چه فعالیت هایی توی این کامیونیتی انجام دادین که براتون غرور آفرین یا افتخار آورده. اینجا میتونید اسم اون پروژه ها رو بیارید. بعد از اینکه جواب رو اینجا دادین، اینجا ازتون داره میپرسه که چرا اصلا میخواین به جمع ما بپیوندین. گفتم اینجا هم میتونید باز به قولی برید و اون جواب رو از هوش مصنوعی بگیرید و اینجا وارد کنید و به سادگی وارد این پروژه بشید. بعد از ورود به قسمت 10 اینجا ازتون میخواد که آیا چیز دیگه ای هست که ما باید بدونیم در مورد فعالیت شما و کمک هایی که شما میتونید به ما بکنید. باز هم اینجا از توانمندیاتون میتونید و اهدافتون از چت جی پی تی بپرسین تا یه پیام هوشمندانه براتون آماده کنه و اینجا پیستش کنید. بعد از اینکه اینجا جوابتون رو دادید روی سابمیت کلیک میکنید و این پیام براتون میاد. بعد از اینکه این پیام براتون اومد، اینجا بهتون میگه که ما همه فرم ها رو هر 2 هفته یک بار بررسی میکنیم و اگر از نظرشون واجد شرایط بودین به ایمیلی که اونجا گذاشتین بهتون پیام میدن. خب اگر تا اینجا ویدیو با من همراه بودید و از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب و یا دنبال کردن رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.